چه کسانی نمیتونن بوتاکس یا فیلر رو انجام بدن و کسایی که آیا بیماری های پوستی مثل اگزما و پسوریازیس دارن آیا میتونن این کار رو انجام بدن یا نه. در اگزما و پسوریازیس زدن بوتاکس و فیلرها منعی نداره و ممنوعیتی نداره، مگر اینکه حساسیت به بعضی از مواد اون داشته باشین که در اون صورت باید از موارد خاص استفاده بشه. اما در بعضی از بیماری ها هست که استفاده از بوتاکس یا فیلر ممکنه ممنوعیت داشته باشه، مثل بیماری های روماتیسمی یا بعضی از انواع بیماری های پوستی. در بسیاری از اونها حتی بوتاکس و فیلر راه درمان اونها هستن. بعضی از شما سوال کردین که آیا لیکمپلان میشه بوتاکس زد؟ بله، لیکمپلان حتی مواردی هست که بوتاکس رو یکی از راههای درمان اون میدونن، چون در منطقه‌ای که ما بوتاکس رو تزریق میکنیم معمولا لیکمپلان پیشرفت نخواهد کرد. پس حتما با متخصص خودتون مشورت کنید. همراه من باشید.